دوستان سلام، داریم در مورد مهمترین قوانین موفقیت در فروش صحبت میکنیم و میخوام به ضعف بسیاری از کارفرماها و فروشنده های ناشی اشاره بکنم و علت شکست خوردن های پیاپی اونها رو با شما در میون بذارم. اونم اینه دوستای عزیز من، فروشنده های حرفه‌ای، متناسب با اهداف عالیتون تلاش کنید، نه متناسب با نیازهای روزانتون. امروز برات قبض میاد 100,000 تومان، تلاش میکنی اینو بدی. فردا برات قبض آب میاد 10,000 تومان، میگی خب خدا رو شکر تلاش کمی میکنم اینو بدم. پس فردا باید اجاره بدی، تلاشتو میخوای خیلی بیشتر کنی. پس اون فردا باید حقوق بدی، باز تلاشتو بیشتر میکنی. پس اون فرداش هزینه ای نداری، تلاش خاصی نمیکنی چون فشار خاصی رو نیست. عزیزای من، تلاش شما باید متناسب با اهداف بسیار بزرگی که توی ذهنتون دارید تنظیم بشه، نه با رفع و رجوع کردن هزینه های خرد که به صورت روزانه باید پرداخت بشه. تمام انسان های موفق بدون شک انسان هایی نیستن که بیش از انسان های غیر موفق تلاش کنن. خیر، تلاش اونها مبتنی بر رسیدن به هدفه و تلاش یه انسان بی هدف مبتنی بر اینه که روزشو شب کنه، شبشو صبح کنه، صبحشو شب بکنه و به همین صورت دور باطل هی ایام بگذره همه تمرکزش اینه که جمعه بیاد یه روز استراحت کنه. که چی بشه؟ تو چی کار کردی که میخوای جمعه استراحت کنی؟ ولی اون کسی که اهداف عالی داره، هدفهای عالی داره، از روز جمعه خودش استفاده میکنه برای اینکه خودش رو شارژ کنه و از ابتدای هفته بتونه با انرژی بسیار بیشتری اهدافش رو تعقیب بکنه و بتونه به بسیاری از اونها دست پیدا کنه.